فرهاد ها، ما که آدم رو پیدا کردیم. او در بخشیرال یک استخانه دارد ولی سراغش رو هنوز نیافته ایم. مایلش من خودم حل میکنم. تو به مراسم توی آمادگی بگیر. خدایا کی زن میگیرد؟ من دختر را به زنی میگیرم. رفته شناسنامه او را بگیر، شب توی میشود. مایلش. خدایا چه خبری خوشه. برادر تبریک میکنم. اگر توی تو را بینیم مریم هم در دلمون ارمون نمیماند. این را بینه من گمان کردم که او تنها با او خوب میکند و باشد او را به زنی میگیرد. مادامی که دختر پیدا شده یخی دلی تو را آب کرده است، پس قسم میخورم که قیامت نزدیک شده است. مرا عصبی نکنید. این کار است. کار راهبر شرکت شدن و با آن دختر ازدواج کردن هر دو یک معنا دارد. آن نفر را که این موضوع را آوازه میکند میپرانم. خوب شده است برادر. فهمو. تو با من بیا. نگاه کن که دختر به در نزدیک نشود. با آدمانمان بگو که خانه را خوب نظارت کنند. دختر نقشه های بد دارد، سستی نکن. خوب شده است برادر. این کار را به من واگذار کن. خواطر نشو. برای ما دزدیدن دختر به مثل بازی کردن است. عابدین، من ناخوشی را نمیخواهم. کیست آنجا؟ ینگا برای وقت نکاح بستن شناسنامه شما ضرور است. کای فرهاد گفت که خودی همین شب. چی در همین شب؟ چی در همین شب؟ شما چی دیوانه شده اید؟ عقلتون رو خوردید؟ با فرهاد زنگ زده بگوی که به اینجا آید. امشب من به شهر نمیبرایم. ینگا شناسنامه را دهید. من اویله دارم. اونها میخواهند که همراه من باشم. ینگا چیزی را که فرهاد خواهد همان میشود. تو باشی به این عادت کردن را آموختن گیر. من امشب به شهر نمیبرایم. تنجی است ینگا؟ یگان مشکلی هست؟ فرهاد را جغزن بیاید. من امشب به شهر نمیبرایم. به خدا که اکی فرهاد رفت. اما اگر به تو چیزی لازم باشد ما همین جاییم حل میکنیم. رفته باشد هم زنگوی به اینجا آید. الو، چی واقعه؟ چی داد میگویی؟ من امشب به شهر نمیبرایم. من و تو عهد بسته ایم. بله عهد بستیم، ولی شتاب کردن چی لازم؟ با من امکان ده حداقل به همین فکر عادت کنم. با من وقت بده که اقلا خودم را آماده کنم. آرزوهایت برباد رفتند. تو مقصد داشتی که در ساحل بحر قدم زنان به شوهر برایی و یا آرزو میکرده که در پشت دری طراحان خواب میروی. های معلوم میشود که دکتر هم به مثل ملیکه ها آرزو میکرده است. ببین خدایا، الهو خداوند جزایت را دهد. برای من همسری تو شدن این شرمندگی کلان است. میفهمی؟ ما هیچگاه زن و شوهر نمیشویم خانم دکتر. تنها نسب‌هایمان یک میشود. ما باشیم هیچگاه. اکنون هوشیار باشو. چیزی را که من میگویم اجرا کن. ما با آن خاطر این کار را میکنیم که به تو آسیب نرسد، همینطور نه؟ مرا مجبور نکن که از راه هم برگردم. با من راستش رو بگو نمی گویا که من کارهای شما رو نمیدونسته باشم. یتر یک بار به جنجال بیا. شب تو اکنون باز پیسرد. حتی سنگ ها وقتی که تو را بینن بجا میشوند. نمیک برادر چی واقع شد؟ از برای خدا بگو. گذشتشین اپا گذر. تو هم گذشتشین همش رو میگویم. اکنون دختری که به این خانه آمد دختر اصلی می باشد. او در کار خود موفق است. در اصل من هم او را دوست می دارم
ولی او در یک وقت ناموفق در آن جایی که باید قرار نمی حضور پیدا کرد. چیزی را که دید باید آن را نمیدید. به او رحمم می آید، اما کار به مرگ آن آدم آمده رسید. اگر او زنده ماند به ما ضررش می رسد. این طور که باشد شما این کار رو حل کنید. به خاطر که او را نکشند ما باید او را به خانه بیاریم. مقصد فرهاد چنین است. میگوید که او را به زنی میگیرد. میخواهد که دختر را اعضای خانه امون گرداند. میخواهد که با شعبه پلیس رشته پیوندی برپا کرده کشتی را اداره کند. ولی من توکل کردن نمیخواهم. این طور باشد این فکر را قبول نکنم. مگر سخنهای او همه را حل میکند؟ تو حل همه مسئله ها را دائم به دوش فرهاد واگذار میکنی. پیش کن او را بگذار برود. حل این مشکلی من و تو را عبور کرده گذشته است. کشتی برای همه ما منبع تأمینات می باشد. دکتر اصلی خطر تأمیناتمان می باشد. اگر اکی دختر از این نقشه های فرهاد با خبر شود کارخانه امان از دستمان می رود. مرا به محبس می کشند. من فهمیدم شما نمی خواهید، ولی معلوم است که فرهاد این دختر رو دوست داشته است، وگرنه او می گفت. نمیدونم، شاید عابدین او را به زنی گیرد. تو چی ها میگویی؟ میخوای که فرهاد تقدیر پسری مرا حل کند؟ شما از طرف خوبش نگاه کنید. فرهاد بار نخست میخواهد ازدواج کند. باز دختر هم دختر بوده است. خودت میگویی که عائله دختر رو ما خوب میشناسیم. علاوه به این خوشروی هم هست. چشمان او به مثل بحر است. باز چی میخواهی؟ تو نمیفهمی یتر. نمیفهمی. تو نمیفهمی برادر نمیک. فرهاد مقصدی بنیاد کردن عائله را دارد. او دختر رو گرفته به اینجا آورده است. فهماست که میخواهد ما هم در این عائله باشیم. خودت گفتی که دختر دل صاف است. این به تو در معرکه پیش از انتخاباتیت کمک میکند. همراه فرهاد کارتان برار میگیرد. فرهاد هم از این زندگی وحشیانه خلاص میشود. مگر عالم گلستان نمیشود؟ وقتی مستقل شدن تمام شد خانم یتر. تو جایت را بدانا به کنج خود برو. اگر فرهاد ازدواج کند پس تقا و خالش حقی به او گپ زدن را دارند. و اینقدر سال با نان و نمک من کلان شده آدم شده است. در با عقلی یگان کس به پسر من برابر شده نمیتواند. چیزی رو که خواهد میبافد، ولی دیگران رو چنان میکند که دهانشان رو پوشیده میشینند. اکنون او خودش رو از برای شما شده قربان میکند. شما چنان شفاف هستید که از بجای استقبال کردن وضعیت رو باز هم مشکل تر بگردانید. گویا که تمام منطقه های ترکیه رو تو آباد کرده ای. عیب است پا عیب. با شرافت پسر من تو اینقدر سال نان خورده گشته ای. این رو فراموش نکن. اگر همه ما با عابدین تکیه میکردیم پس کیها باز خاک و باد میشد. مشکلی تو با ما نیست، بلکه چون همیشه با خودت است. یتر گمان میکنی که فرهاد دختر رو به این خانه میآورد. تو با شرافت آن دختر جای مادری او را میگیری. آن که دختر تو را به مثل مادرش دوست میدارد. فرهاد تو را خط زده است. فرهاد تو را تنها در روزی مرگت مادر میگوید. بگذار همش در گذشته ماند.